بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین. درس عقیده را از کتاب فقه اکبر امام ابو حنیفه دوام می‌دهیم. موضوع امروزه بهشت و دوزخ. امام ابو حنیفه رحمه الله میگویند: والجنة والنار مخلوقتان اليوم لا تفتیان ابدا ولا تموت الحور العين ابدا ولا يفنى عقاب الله تعالى وثوابه سرمدا. یعنی بهشت و دوزخ دو آفریده خداوند ذوالجلال است که امروز وجود دارند و هرگز فنا نخواهند شد و حور العین هرگز فنا نخواهند شد. همچنین عقاب و مجازات و اجر و پاداش خداوند متعال هیچگاه فنا نخواهد شد. دوستان عزیز، اکنون بیایید شرح گفته های امام ابو حنیفه را دیده برایم. امام ابو حنیفه رحمه الله میگویند که جنت و نار مخلوقند و حاضر هم وجود دارند. آنها و این چنین همه آنچه که در آنها وجود دارد ابدی بوده فنا نمی شوند. از آن جمله حور العین، یعنی حورهای بهشت، که آنها را حور العین صاحب چشم گرد سیاهی بسیار زیبا میگویند، هرگز نمی میرند و فنا نمی شوند. همیشه با همسرانشان در جنت باقی میمانند. خداوند همه ما را از آنها برخوردار گرداند. آمین. و این چنین در دوام امام میگویند که برای کافران عذاب و عقاب جهنم و برای مؤمنان ثواب و رحمت جنت هرگز نیست و فنا نمی گردد. یعنی آن عذابی که در دوزخ برای کافران آماده است، آن عذاب همه وقت است، ابدی است و فنا نشونده است، چون دوزخ فنا نمی شود و آن چی که در دوزخ است نیز فنا نمی شود. و این چنین برای مؤمنان اجر و ثواب، لذت در بهشت، خانه ها، قصرها، آن چی که در بهشت است آنها نیز ابدی هستند، فنا نمی شوند، چون جنت فنا نشونده است. دوستان عزیز، خلاصه درس امروزه چنین است که بهشت و دوزخ دو آفریده خداوند هستند و امروز موجود هستند و در کجا بودن آنها را خداوند می‌داند. بعضی علما گفتند که بهشت در آسمان است و دوزخ در قعر زمین است و اختلاف است در بین این مسئله و گروه اکثر علما میگویند که در کجا بودن آنها را خداوند می‌داند و ایمان بر این واجب است. و آن چی که در بهشت است، آن لذت ها، از آن جمله زنان بهشتی، حور العین، قصرهای بهشت، آن چی که در بهشت هست ابدی است و فنا نشونده است. و آن چی که در دوزخ است از جمله عذاب ها، آتش دوزخ و دیگر نمود عذاب ها نیز ابدی است و فنا نشونده است و مؤمنان در بهشت ابدی میمانند و این چنین کافران در دوزخ ابدی میمانند. سبحانك اللهم و بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.